سلام به چنل یوتیوب خودتون. خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که با هم نقد و بررسی یک سری محصولات بهداشتی رو داشته باشیم و من بگم که من از اینا استفاده کردم، راضی بودم یا راضی نبودم. پس اگه این ویدیو به دردتون خورد یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، واسم کامنت بذارید و چنل من حتما سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. بریم واسه ویدیو. و اگه دوست داشتید من پارت 2 این ویدیو هم میذارم واسهتون. فعلا یک سری محصول آوردم چیدم اینجا تا بهتون بگم که من از این محصولات راضی بودم یا نبودم. خب برای محصول اول از یه محصولی شروع میکنم که مطمئنم شما همه جا دیدین و واسهتون آشنا هستش و خیلی هم ترند شده بود. یه مدت خیلی جاها توی همه آنلاین شاپ‌ها، توی همه سایت ها بود و کم پیدا میکردید موجودی ازش. اونم چیزی نیست جز شامپو بدن شیر و توت فرنگی برند شام. قیمت این محصولات متغیره و حالا بستگی داره که شما از کجا بخرید، اما من یه قیمت حدودی بهتون میگم. بین 100 تا 150 تومان قیمت این محصول متغیره. و اینکه راجع به این محصول بگم بهتون اینکه من راضی بودم یا نبودم. من چندین بار دارم اون محصول شارژ میکنم. از اون شامپو بدنهای گل رنگ این خیلی بهتره. اول از همه این که بافت کرمی داره، یعنی اصلا بافت شبیه شامپو نیستش. بافتش خیلی کرمیه، یعنی دقیقاً انگار داری شیر و توت فرنگی رو بدنت میزنی و خیلی خوشبوه، واقعا بوی خوبی میده. یه مشکل کوچیکی که باهاش دارم اینه که بوش خیلی موندگار نیستش و هم بدن رو نرم و لطیف میکنه، همین که باعث حساسیت نمیشه. بدن من خیلی حساسه، مثلا به انواع از صابون ها، شامپوها. این باعث حساسیت من نشد. بافتش خیلی کرمیه، خیلی خوشبوه، خیلی خوبه، خیلی یعنی اینکه جواب من برای اینکه شما این محصول رو بخرید آره هستش و بهتون پیشنهاد میکنم برای یک بارم که شده این محصول رو امتحانش کنید. اگه بخوام یه نمره به این شامپو شون بدم، نمره 9 از 10 میدم. اونم به خاطر اینه که بوی خوبش سریع از بین میره. خب این واسه محصول بعدی که قرار بهتون بگم راضی بودم یا نبودم. محصول بعدی شامپو سره و من میخوام بهتون بگم که من شامپوهای خیلی زیادی رو امتحان کردم واسه حالا من شوره ندارم، شوره از چربی بیش از حد تشکیل میشه. من پوست سرم خیلی حساسه به انواع از صابون ها، برای همین پوست سر من باید کامل لایه برداری بشه و خب ما هر دفعه نمیتونیم از اسکارپ استفاده کنیم واسه همون. بر همین من این شامپو رو به شما معرفی میکنم که خیلی ازش راضی بودم و با اینکه قیمت پایینی داره اما عملکرد خیلی خوبی داره روی موهای شما و کاملا بعد از بار اول استفاده شما تغییر رو توی موهاتون احساس میکنید، توی پوست سرتون احساس میکنید. البته که این شامپوی ضد شوره واتیکاه و این برند محصولات دیگه هم داره و خیلی تنوع داره توی محصولات. این شامپو زیر 100 تومنه. قیمتش بازم میگم متغیره توی جاهای مختلف و اینکه این شامپو از شامپوی روغن برگ درخت چای، نعنا و ماسته. بافتش کاملا کرمیه، یعنی حتی از اون شامپوی بدنشون هم کرمی تره. به قدر شامپو سفت و کرمیه که اصلا حس اون شامپو رو به شما نمیده. و اینکه من بعد از بار اول استفاده اون شادابی پوست سرم و تراوت روی موهام حس کردم و اینکه من این شامپو رو فقط واسه کف سرم استفاده میکنم، به ساقه موهام نمیزنم و واسه ساقه موهام از این شامپو دیگه استفاده میکنم که اون بستگی داره به جنس موهای شما و اینکه شما چه بازخوردی از شامپو میخواید بهتون بده. خب در کل اگه من بخوام به این شامپوی واتیکا یه نمره‌ای بدم، من نمره 9.5 از 10 رو بهش میدم. نیم نمره به خاطر اینکه حالا نمره کامل بهش ندم. خب محصول بعدی که قرار بهتون معرفی کنم این سرشورهای حمومه که خیلی محصولات خوبی هستن. هر چقدر که شما با دستتون کف سرتون ماساژ بدید باز هم به اون مقداری که باید کف سرتون با شامپو واکنش نشون نمیده و به نظر من این سرشورها خیلی به درد بخورن، همین که باعث خون رسانی کف سرتون میشن، این جریان خون توی کف سرتون زیاد میشه، همین که واقعا حس خوبی به آدم میده و اینکه کامل کف سرتون رو میشوره.
یعنی شما میشورید، البته ایشون هم از ایشون کمک میگیرید، کامل کف سرتون شسته میشه با این محصول. و اینکه اگه حالا مثل من کف سرتون خیلی خشکه، دیگه پوس پوس نمیشه کف سرتون، یا حالا شوره های سرتون از بین میره و کامل سرتون با شامپو شسته میشه. پس من این محصول رو بهتون حتما پیشنهاد میکنم و نمره من به این محصول 10 از 10. قیمت این محصول تقریبا بین جاهای مختلف متغیره، بستگی به جنسش داره، بستگی داره که از کجا میخرید، ولی معمولا بین 30 تا 100 تومنه که متغیره دیگه میگم. ولی مواظب باشید فکرش بهتون نیافته، چون یه سریاشون هستن خیلی سفتن، یه سریاشون باز نرم ترن. دو تا محصول قرار بهتون معرفی کنم راجع به شستشوی صورت. یکیش فوم شستشوی درمالیفته که اینو همه جا تعریفش از من شنیدید تو بیشتر ویدیوها، و اون یکی ژل شستشوی سینره. خب اول از همه راجع به این صحبت کنم، بعد بریم سراغ ژل شستشوی. برای مدل پوستای جوشدار و چربه من تقریبا بهار و تابستون وقتی حالا تایم امتحاناتم بود خیلی از استرس خیلی زیاد پوست صورتم وحشتناک زده بود بیرون، یعنی اصلا سابقه همچین بیرون زدنی پوست من نداشت، پر از جوش شده بود و این جوش ها هر کاری میکردم با هر محصولی خوب نمیشد. البته که شما اگه پوست صورتتون جوش داره توقع نداشته باشید با یک دونه محصول پوست صورتتون خوب بشه، درمان پیدا بکنه. برای هم باید یه روتین رو پیش بگیرید و حالا من این روتین هامو هی عوض میکردم، محصولات مختلفی استفاده میکردم تا آخر سر دیدم که این فوم شستشو بیشتر از همشون با پوست صورت من سازگاره و کامل پوست صورت من رو پاکسازی میکنه، یعنی پاکسازی عمیق انجام میده واسه من. و همچنین حالا همچین فوم شستشوی سنگینی هم نیست که ما بگیم 2 بار در هفته استفاده کنید. این فوم شستشو رو هر شب شما میتونید استفاده بکنید یا هر روز صبح، فرقی نمیکنه. البته من پیشنهادم شباست تا صبح که هرچی آلودگی در طول روز روی صورتتون بوده رو بشوره و دیگه حالا روی تخت و بالشتون نیارید این آلودگی ها رو. این فوم با اینکه برای پوستای چربه و میخواد اون چربی پوست رو بگیره، اما پوست صورتتون اونقدری خوش نمیکنه که شما پوست بشه صورتتون و اذیت بشید. البته خب بعدش باید یه مرطوب کننده و آبرسانی استفاده بکنید، یعنی باید روتینتون رو بعدش انجام بدید. فکر نکنید که فقط با این بشورید و حالا به بقیه کارتون برسید. باید روتینتون رو انجام بدید. و اینکه من به این فوم شستشو که هر بار هم تموم شده من شارژش کردم نمره 10 از 10 میدم. دقیق نمیدونم قیمت این محصول رو، اما بین 150 تا 200 تومن اگه گرون نشده باشه. حالا موقع ادیت بهتون میگم قیمتش چقدره. بریم سراغ این ژل شستشوی سینره که این هم محصول خوبیه برای پاک کردن آرایش، یعنی اولش با یه میسلار واسه باید پاک کنید، البته بعدش باید بشورید. مناسبه و اینکه سبکه، میتونید روزانه 2 بار حتی ازش استفاده بکنید. ولی فوم شستشوی درمالیفت من پیشنهاد نمیکنم 2 بار استفاده بکنید. یا حالا اگه پوست خیلی چربی دارید میتونید استفاده کنید، ولی من پوستم از جایی که خیلی چرب نیست با 2 بار استفاده پوستم خیلی خشک و دهیدراته میشه. به خاطر همین این ژل شستشو رو میتونید روزی 2 بار استفاده بکنید. من استفاده کردم اتفاقی نیفتاده. قیمت این محصول بین 120 تا 150 تومن متغیره و اینکه اینو همه داروخونه ها اینا دارن و میتونید تهیه بکنید. جلوگیری میکنه از جوش، تنظیم ترشح چربی پوست. آره محصول خوبیه، اما خب میگم پاکسازی عمیقی انجام نمیده. مثلا من خودم از این محصول کی استفاده میکنم؟ وقتی که هیچ آرایشی رو صورتم نبوده در طول روز و مثلا بیرون نرفتم، میدونم آلودگی چندانی روی پوستم نیست، برای به عنوان یه شستشوی سبک بهش نگاه میکنم. مثلا وقتی از مدرسه میام فقط میخوام صورتمو بشوره آلودگی رو پاک کنه، از این استفاده میکنم. ولی وقتی آرایش دارم از فوم شستشو استفاده میکنم، چون پاکسازی عمیق‌تری انجام میده و باعث میشه که کل اون میکاپی که من داشتم پاک بشه کامل از روی پوستم و آلودگی از اون نمونه روی پوستم. در کل من میخوام از به این ژل شستشوی نمره بدم با توجه به اینکه سبکه و خودش گفته مناسب استفاده روزانه است و پاک کننده آلودگی از روی پوسته. من نمره 8 از 10 بهش میدم. ولی به عنوان یه ژل شستشوی سبک بهتون پیشنهاد میکنم اینو بخرید. من چند تا محصول دیگه هم دارم راجع به ریزش مو، روغن مو، ماسک مو
و اینا رو میخوام برایتون اگه دوست داشتید توی پارت بعدی واسهتون نقد و بررسیشو انجام بدیم. نقد و بررسی چندان خاصی هم نیست، قرار اینجا دوره هم ببینیم چی خوبه چی بده، چی از تجربه همدیگه استفاده کنیم در واقع. خب من این محصولات رو گذاشتم برای پارت بعد. اگه دوست داشتید پارت بعدی هم براتون بگیرم حتما توی کامنت ها برام بنویسید که من پارت بعدی هم بگیرم، ولی اگه دوست نداشتید دیگه پارت بعدی رو نمیگیریم. بریم سراغ بادی اسپلش. من چند جور بادی اسپلش رو استفاده کردم از چند تا برند مختلف، اما الان ندارم که بهتون نشون بدم. راجع به بادی اسپلش مای بخوام بهتون بگم، بادی اسپلش مای رایحه‌های خیلی خوبی داره واقعا، پخش بوش خوبه. حالا ما نمیخوایم به عنوان یه عطر بهش نگاه کنیم، به عنوان یه اتکلون. بادی اسپلش انتظار چندانی نباید ازش داشت. خب حالا اینکه بوش نره و موندگار باشه روی بدن واسمون مهمه. بادی اسپلش مای خوبه، من پیشنهاد میکنم. رایحه‌های جالبی هم داره. راجع به بادی اسپلش های این شکلی آدامس خرسی بگم که من خودم از اینا نداشتم ولی شنیدم اصلا خوب نیست. اولا که اصلا رایحه موندگاری نداره روی پوستتون، یعنی میزنی از اون رفت، و اینکه بوی جالبی هم نداره، حتی بوی آدامس خرسی ها نمیده. خب راجع به بادی اسپلش که حالا مثلا اونی که خیلی دوستش دارم میذارم واسه آخر. این بادی اسپلشه طرح ویکتوریا سیکرت، خودش نیست، اصلش نیست، میدونم، ولی خب من اینو دیدم، شاید شما هم ببینید توی یه مغازه‌ای و از بوش خوشتون بیاد. راجع به این بخوام بگم، بوی فوق‌العاده گل مانند و بوی تمیزی و بوی شادابی و بوی خیلی خوبی داشت. آره واقعا بوی خوبی داره، اما موندگار نیست خیلی روی بدنتون و بوش سریع میره. و خب من خودم به شخصه این نوع بادی اسپرش رو فقط برای توی خونه، برای اینکه مثلا بوی گل بدم، بوی تمیزی بدم و اینا میپسندم. یعنی من اگه بخوام اینو بزنم روی بدنم و حالا برم بیرون شالا اوت کنم، یعنی اصلا بدنم چیز جالبی نیست. به خاطر همین من اینو پیشنهاد نمی کنم و اگه بخوام بهتون نمره بدم، نمره 6 از 10 میدم بهش. قیمتش هم نمیدونم راستشو بخوای، اصلا تو قیمتشون نیستم، نمیدونم چی به چیه. راجع به این بادی اسپلش های هیدرودرم بگم، این بادی اسپلش ها بوی فوق العاده خوبی دارن. یعنی اصلا احساس نمی‌کنین بادی اسپلش واقعا اصلا احساس نمی‌کنین بادی اسپلش. یعنی من رایحه‌های مختلفی از این بادی اسپلش رو بو کردم و حالا دیدم، اصلا احساس نمی‌کنید این بادی اسپلش واقعا فکر می‌کنید که یه اتکلونه، انقدر که خوشبوه. رایحه‌اش خوبه، موندگاره، به نسبت قیمتش کار خوبی میکنه، یعنی موندگاری، یعنی خوبه دیگه، میفهمید منظورمو. و اینکه اگه من بخوام بگیم یه نمره بدم، نمره 9 از 10 میدم. 10 از 10 رو گذاشتم واسه آخری که خیلی دوستش دارم. البته عطر، بادی اسپلش، بو، رایحه، اینا همه سلیقه‌ایه. یکی نمیتونه بگه وا تو چقدر بد سلیقه‌ای، اون سلیقه اونه، ربطی به کسی دیگه ای نداره. خب بریم واسه آخرین محصول این پارت، اونم چیزی نیست جز این بادی اسپلشه کالیستا. من فقط این رنگ صورتیشو دوست دارم. دقت کنید که اون رنگ بنفش و زردش رو اصلا دوست ندارم. این رنگ صورتیش فوق العاده است. من هر وقت از این زدم بقیه فکر کردن که من یه عطر خیلی گرون زدم. خیلی خوشبوه واقعا، واقعا هر جا دیدید بهتون پیشنهاد میکنم بخرید. الان توی سایت ها معمولا پیدا نمیکنید، ولی اگه بیرون دیدید حتما این بادی اسپلش رو بخرید. باور کن، به من اعتماد کنید که پشیمون نمیشید، جدی پشیمون نمیشید سر خرید این بادی اسپلش. و اینکه بوی فوق العاده خوبی داره، بوش فوق العاده است، یعنی من عاشقشم. یه بوی خیلی خوردنی میده و اینکه همچنان بوش خیلی قشنگه، خیلی 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 قشنگه. پس حتما اینو پیشنهاد میکنم. اگه بخوام یه نمره بهش بدم، نمره 10 از 10 بهش میدم. خب نخواستم این پارت خیلی طولانی بشه و محصولات خیلی زیادی واسهتون بیارم. این پارت رو میخوام بذارم تا ببینم شما دوست دارید از اینجور ویدیوها یا دوست ندارید. برام حتما توی کامنت ها بنویسید که دوست دارید پارت دومش رو بگیرم براتون یا نه. خب خیلی ستون دارم، خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردی و اگه دوست داشتی حتما یادت نره لایک کنی این ویدیو رو، مثلا کامنت بذاری و به جمع ما بپیوندی با سابسکرایب کردن من. و اینکه اگه حتما این ویدیو رو دوست داشتید بگید که پارت دومش هم واسهتون بذارم. همین دیگه، خدافظ.